وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه غر الميامين. أما بعد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برادر خارجی سلام دارید. الله تعالی شب ما رو شب مبارک گرداند و این نشست ما رو سبب مغفرت گناه و سبب رفع درجات در آخرت قرار دهد و ما رو از این نشست های مبارک محروم مگرداند. خب دیشب عزیزان وقتی که از شما پرسیدیم گفته که یک شب تفسیر گذاریم و یک شب دیگر همه خیلی صحبت های ایمانی شود یا اینکه صحبت هایی که در اطراف تزکیه نفس است. ما رو اجابتا به این طلب شما امروز شروع میکنم به تفسیری سوره های کوتاه. گفتیم دوستان برای اینکه سوره های دراز خیلی وقت میخواهد و شروع میکنم از تفسیری سوره اقرا. اگر پرسید که چرا تو از سوره اقرا شروع کردی، خب جواب خیلی جواب ساده هست. چرا که سوره اقرا اولین سوره است که در همین ماه نازل شد و اولی قرآن است و هم در همین ماه نازل شده است و سبب جمع شوی ما هم در این شب نشست ما هم همین چی است؟ قرآن است، نزول قرآن است. همین نزول قرآن در همین ماه است. برای همین گفتم شروع میکنم از همین سوره عزیزان. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. خب برادر عزیز، همین 5 آیت سوره اینه که اولین چیزی است که مطلقاً از قرآن با پیامبر گرامی محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده است. 5 آیتی همین سوره در اول وقت نازل شد، یعنی که اقرأ بسم ربک الذی تا آیتی علم الانسان ما لم یعلم. خب ترجمه تاجیکش میخوانیم بعد از آن. الحمدلله. خب ترجمه تاجیکیش این است که برادران الله تعالی اینه که ترجمه مختصرش هستین، هم با کمتر شرح. میگه که ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، پیغام الهی را با شروع نام پروردگارت که آفریدگار همین موجودات است بخوان. یعنی اولین آیتی که پیغمبر نازل شد به همین شکل بود. پیغام الهی را بخوان. این پیغام الهی یعنی که همون الهی که آسمان و زمین و موجودات را فراورده است، آفریده است. او انسان را بعد نطفه از قطعه خونی بسته آفریده است. یعنی اینجا البته مرحله های همون آفرینش انسان در رحم مادر را اینجا مقصد معلومات درست است. ای پیامبر، پیغام الهی را بخوان و پروردگارت بغایت کریم است. کریم کسی به کریم او نمیرسد، این که خیلی خدای سخاوتمندی هست. و گفت که آن ذاتی که به وسیله قلم نوشتن را تعلیم داد. همین قدر اولین چیزی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شد برادران عزیز. خب یعنی که ببینیم اگر گفت که اول خوان، یعنی چی را خوان؟ گفت پیغام الهی را. بعد گفت که پیغام الهی، این اله همون الهی است که همون موجودات را آفریده است، از جمله انسان را از نطفه بسته آفریده است. یعنی که نطفه که از قطعه خونی بسته آفریده شده است. چون نطفه وقتی که رحم زن داره در بعد از چند مدت به همین خونی بسته گرفتار میشه. که اینجا چی هست که مرحله به مرحله انسان از حال به حال گذشته نشه است که در سوره مؤمنون قسما تفصیلاتی اون میرود.
و بعد آن گفت که خدایی که بقایت کریم است، اون ذاتی که توسط قلم نوشتن رو چی کرد؟ تعلیم داد. ببینید عزیزان بیننده، اسلام به چی شروع شد؟ به خواندن و نوشتن. این برعکس اونهایی که امروز اسلام متهم میکنن به چی؟ به قفاماندگی و مسلمان رو متهم میکنن به قفاماندگی و به رجعیت و نمیدونم با چی ها که مسلمان رو که متخلف باشن، قفامانده باشن، به علم اعتبار نمیداده باشن. بلکه اولین چیزی که به پیامبر نازل شد علم، تاکید به همین چی بود؟ به علم بود. و گفت که علم تو میتونی با قلم مثلا کسب کنی. با قلم کسب کردن علم تاکید کرد قرآن. یعنی علم الانسان ما لم یعلم. گفت که خلق الانسان، علم الانسان ما لم يعلم الذي علم بالقلم. اون که با توسط قلم دانون، یعنی که قلم این آلتی علم است عزیزان بیننده. خب بنابراین این شعار هر یک مسلمان باید باشد. یعنی مسلمان چی علم دینی باشد چی علم دنیوی باشد باید که از خود کند. یعنی این علم های دنیوی که ما داریم برادر امروز، همه آن ما رو کمک میکنه به درستتر و خوبتر شناختن الله تعالی. این از مثلا بینه از همین دویم آیت هم بینه که میگه که خلق الانسان من علق، انسان رو از خون بسته آفرید. یعنی اگر حضور شما کمتر از علمی مثلا گویم که خود آدم شناسی گویم یا اینکه امبریولوژی مثلا با خبر باشه، شما میفهمید که علیه قرآن مثلا 1400 سال پیش خبر داد که انسان یا مرحله در بطن مادرش میگذره که اون رو مرحله مثلا علق یا اینکه خونی بسته میگن، که این خودش انسان رو وادار میکنه به تفکر کردن که چه خیلی یا انسانی که در صحرای عربستان تولد شده است و خواندن و نوشتن نمیداند، چه خیلی دانسته است که انسان از خونی بسته میشد. اینکه یکی از مرحله های پیدایش انسان این مرحله همون خونی بسته است، که البته این انسان رو وادار به تفکر بکنه و انسان چی با همین روی حق یافته میتواند. این یعنی که میتونم که یکی از معجزه های قرآن است. یعنی که یک چیزی که نبوت محمد صلی الله علیه و سلم رو تصدیق میکنه. از قدم اول تاکید میکنه که محمد صلی الله علیه و سلم چی است؟ نبی برحق است. خب نام سوره برادران، نام سوره بعضی میگن که سوره اقرأ بسم ربک الذی خلق، بعضی میگن که اقرأ بسم ربک، بعضی سوره اقرأ میگن، بعضی سوره علق میگن. یعنی گاهی در قرآن مثلا این نامانی ها چی است؟ بسیارتر گرفته میشد از همون اولی آیتی که نازل شده است، یا اینکه از یکان کلمه‌ای که در همین آیت هست. مثلا بریم سوره بقره هم بینیم، میگن مثلا سوره بقره سوره گاو است، معنی اون که سوره‌ای که در آن ذکر گاو آمده است. همون قصه گاوی که بنی اسرائیل وقتی که یک آدم مرده یافتند یا اینکه کشته یافتند، مردهش نیافتند، به الله تعالی فرمان داد که یک گاوی گیرید و همون گاو کشید و بعد با دوم یا اینکه زبانی همون گاو به مرده زنید و مرده به گپ می‌دارید و قاتل خودش خبر می‌دهد. همون قصه که همون سوره آمد برای اون نامش سوره چی موندن؟ بقره. خب برادر، بعضی علما گفتن که مثل سوره قلم، همین اقرا رو بعضی چی گفتن سوره قلم هست. خیلی این چیز خیلی گفتیم اینقدر جوی وای ندارد. مهم سوره با پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شد، اینکه اولین سوره نازل شد که پیامبر رو و ضمناً امتی پیامبر صلی الله علیه و سلم رو دعوت به خواندن و علم گرفتن میکند. خب آیت عبارت، این سوره عبارت از 19 آیت است. 19 عبارت است. بعضی گفتن که 18، بعضی گفتن که 20 آیت. برای چی برادر خیلی میگیم؟ برای اینکه بعضی آیات ها میشه که دراز، همون آیت دراز یک آیت حساب میکنن، بعضی عمره تقسیم میکنن، چون که بعضی آیات ها از 2-3 جمله عبارت است. مثلا در سوره بقره میبینیم که یک آیتی که درباره قرض گپ میزنه تقریبا یک صفحه هست، 15 قطار است. مثلا بعضی میبینیم که آیتی مثلا ان اعطیناک الکوثر نیمی سطر هم نیست. ان اعطیناک الکوثر که عبارت است ان اعطیناک الکوثر، 3 کلمه هست. از 3 کلمه عبارت یک آیت است. لیکن در سوره بقره یک صفحه آیت داریم که یک صفحه داریم که یک آیت است. خب یعنی که آیات ها گوناگون هستند. برای همین سبب اگر اون کس که شما رو چرا بعضی آیات رو 20 میگن، بعضی سوره رو 20 آیات یا اینکه 21 آیات یا 22 آیات میگن مثلا یا 19 آیات میگن،
یعنی که شما با شبهه نافته. گوهه میشه که همه خیلی آیت‌های دراز میشن که بعضی علما همون آیت دو تقسیم کردن. بعضی مثلا هم یک تقسیم نکرده با هم یک حساب کردن هم آیت. برای همون بعضی در بعضی سوره ها هم خیلی میشه این چیزا. خب باز یک دیگری که در سوره چیزی گفته میشود اطرافش، این در کجا نازل شدن سوره هست. در کجا نازل شدن سوره عموما یا که از توسط صحابه میاد یا که از خود موضوع سوره میفهمن و نازل شویشه. مثلا چون که موضوعی که در مکه نازل میشود از موضوعی که در مدینه نازل میشود فرق میکنند. اینجا اکثر جمهور مفسرها میگن که این سوره در شب 17 رمضان بود، چون که تفسیر بغوی، تفسیر زادالمسیر، تفسیر خازین و بصائر ذوی التمییز و التحریر و التنویر آورده است. در شب 17 رمضان به پیامبر علیه السلام نازل شد. خب قصه نازل شوی این سوره برادران، قصه نازل شوی این سوره این است که یعنی که با وجود که اینقدر سوره کوتاه هست، لفظش هم کم هست، لیکن معناهای خیلی زیادی در بر میگیرد و لفظی خیلی زیبا دارد. و این سوره در غار دوردست در مکه که پیامبر صلی الله علیه و آله اونجا میرفتند، یعنی که غار حرا، اونجا خدای خود را عبادت میکردند وقتی که مردم در جاهلیت بود، از خدا بیخبر بود. مردم مکه مشرک بودند. خب جاهلیت عقل آنها رو پیشونده گرفته بود، حیات آنها رو جاهلیت پیشونده گرفته بود. خب مکه یعنی که پر از سرشار از بتو، تا حتی اطراف کعبه که خانه خدا حساب می شود اطرافش 300 چند تا بت داشت در اونجا. خب برای همین در پیامبر صلی الله علیه و همین آیت نازل شد در همین وقتی خیلی حساس، یعنی که مردم در گمراهی، مردم در ظلمات، مردم در جهالت، مردم در جاهلیت، من در جزیره عربی نه دینی صحت دارن، نه دنیای صحت دارن، نه یک تمدن دارن، نه یک علم دارن. خب و پیامبر عادت داشتن که هر سال یک بار همون غار میرفتند و عبادت میکردن که همین سالش موافق به همین ماه رمضان اومد که پیامبر در غار بودند که یک فرشته نزد پیامبر صلی الله علیه و آله در اومد و پیامبر رو خطاب کرد. خب و با این کلمه ها مثلا پیامبر رو بیدار کرد. یعنی که اولین کاری که اومد و با پیامبر گفت اقرا، یعنی که بخون. حضرت عایشه قصه رو نقل میکنند و میگن که رضی الله عنها میگه که پیامبر وقتی گرفت پیامبر گفت که ما انا بقارئ، ما انا بقارئ، ما انا بقارئ، ما خونده نمیتونم، من خونده نمیتونم. گفتن چند بار به هم جبرئیل. خب اینجا مثلا برادر رو ببینید چوس قصه از حضرت عایشه نقل شد در حالی که در مکه حالی عایشه تولد نشد وقتی که آیت نازل شده بود، آیت قرآن پیامبر صلی الله علیه و سلم. خب یا اینکه کودکیاش بود مثلا عایشه. میگن که این چیزها رو خود عایشه از خود پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدن علیه السلام، یا اینکه از مثلا یگان دیگر صحابه شدن و بعد نقل کردن این چه بعد دیگران. خب غالبا شاید که خودی حضرت عایشه مثلا پیامبر خیلی شوهر که بودن دیگه وقتی صحبت میگه که خیلی شد که شما پیغمبر شدون که اولین خیلی شما رو به اول به شما جبرائیل علیه السلام نازل شد. یعنی که همین پرسشات چه میشد سبب میشد که پیامبر برای حضرت عایشه همین چیزا رو نقل کنند. خب خلاص وقتی که جبرائیل علیه السلام اومد و پیامبر صلی الله علیه و سلم رو گفت که اقرا، پیامبر گفت که من خوانده نمیتونم. جبرائیل گرفت پیغمبر سخت فشرد. پیامبر نتونستن. پیامبر قریب نفسم میگشت، باز گفت که گفت من خوانده نمیتونم. باز گرفت پیامبر فشرد، باز سیم بارم خیر شد. یعنی که پیامبر فشرد. ولی ما میگم سبب برای چی از فشردن پیامبر صلی الله علیه و سلم. خب خلاصه پیامبر اخیری همون چیزی که باید میخوندن خواندن، یعنی که تکرار کردن از زبان همون فرشته که نزدشون بود جبرئیل علیه السلام. خب وقتی که این چیز شد پیامبر ترسیده فرمودن از کوه طرف مکه رفتن، اومدن خانه نزد خدیجه بنت خویلد زنشون و گفتن که زمیلونی، یعنی که مرا پوشونید، مرا بستر پیش کنید. یعنی که تو اینکه پیامبر همون چی رفت، ترس رفت، همون ترسی که در غار پیدا شده بود. گفتن که ای خدیجه، مالی خدیجه، به فکرت چی شده باشه، من چی شد؟ یعنی که پیامبر خوشون ترسیدن که چی باشد این چیز، ولی هیچ خبری ندارن خود دربارش. و همون کاری که شد نقل کردن. گفتن که من نشسته بودم و یک
فرشته پیدا شد نزد منو یا اینکه به شکل انسان شاید پیدا شده بود و مرا گفت که خان من گفتم نمیتونم، منو گرفت فشرد. خان گفت من نمیتونم بفشرد. گفت من میترسم. گفت با خودم یعنی که میترسم که یکون چیزی نباشه. بعد حضرت اومد گفتن که خدیجه شاید که پیامبر فکر کنن که یکون جنی باشه، یکون چون که در اونجا نصف شب یک انسان پیدا شه چی چی هست آخه در غار مثلا انسان یک خودش نشسته است یکی یک باری آدم درایت چه میشه. بعد خدیجه گفت که ابشر، یعنی که اینجا نقش باز زن میبینه برادر که زن اگر زن عاقله باشد چه خیلی حیات انسان رو تغییر میده برای انسان، یعنی که امید میبخشد و زن. خدیجه گفت که ابشر فوالله لا یخزیک الله ابدا. ای محمد این مژده است برای تو. گفت خدای تو رو هیچ وقت ضایع نمیکنه، تو رو هیچ وقت بی‌آبرو نمیکنه. بعد حضرت خدیجه برادر بعضی صفاتهای پیغمبر گفت که انک لتصل الرحم. یکم صفت داری، گفت تو آدمی سیلی رحم رعایت میکنی، خشتبار رعایت میکنی. گفت و تصدق الحدیث، آدم راستگو هستی، یعنی که تو هیچ دروغ نمیگی. مثل قصه ها در سیره معروف است که پیامبر مردم مکه محمدی صادق و محمدی امین میگفتن، بس اون که راستگو بودن پیامبر. و تحمل الکل و تکسب المعدوم و تقر الضیف، یعنی که تو انسانی مظلوم دستش میگیری و انسانی نادار رو دارا میکنی و مهمانداری میکنی بشه و خب انسان به حقیقت یاردم میکنی. یعنی که انسانی که چنین خصلت ها را دارد هیچگاه به این بلا گرفتار نمیشد و یعنی که به جن نماید و یکون چیز تأثیری کرد نمیتوند. بین عزیزان اینجا یک نکته مهمی است در حقیقت. دونداری چیزی مهم است، عبادت چیزی مهم است. عبادت انسان رو به خدا نزدیک میکنه، درست است، لیکن یک دسته عملهای هستن که انسان در عبادت صادق بودن یا نبودنش اثبات میکنه. همین چیزهایی که از مادر و خدیجه گفتن همین است، یعنی که درست انسان عابد میشد. گاهی میشه که انسان عابد است لیکن انسان خسیس است. انسان شاید یک عابدی خدا ترس است، در عبادت در راه حق است، شاید در طلب علم است، شاید عالم است، لیکن صفتی چی دارد؟ مثلا با خشتبارش کنده است، یا اینکه مهمانداری صفت مهمانداریگی ندارد، یا اینکه صفتی دستی یاری به دیگران دراز کردن ندارد. مثلا اینکه از یکم پرابلمش شد دیگه پرواش ندارد. خب یعنی که اینجا حضرت مادر خدیجه همین چه تاکید کردنش است که برای انسان مهم نیست که انسان عالم و دانای و انسانی عابد باشد و مثلا خدا ترس باشد و یک جا باشد. یعنی که انسان باید که صفتهای رو دارا باشد که صفتهای عالی انسانی حساب میشود. صفت عالی انسانی چی است؟ همین چیزی که مادر ما خدیجه گفتن، تو خشتبار رعایت میکنی، که پیراس میزنی، گفتن کمبغل دستش میگیری، بیچاره دستش میگیری، آدم نادار گفتن دارو میکنی تو. یعنی که همین آدمیگری مثلا که اولین درجه آدمگری میست. یعنی که این عبادت ما رو درست یا نادرست بودنشه چقدر آدمیگری داشتن ما رو میفهمونن. مادامی که انسان عابد باشه، مادامی که انسان مثلا گریم به حاضر معیار گریم دینداری، اگر گویم دینداری انسان یکی از نشانهاش نمازخوانی باشد، حج رفتن باشد، روزه داشتن باشد، ریشدار بودن فلان بسم همینه. باز چیزی که همینه در حقیقت بودنش تصدیق میکند، باطن انسان هم دیندار بودنش تصدیق میکند. این انسان چیش تا چی درجه آدمیگری دارد، تا چی درجه سیلی رحم دارد، تا چی درجه دستگیری میکند بیچاره کمبغل. خب یعنی که آدمیگری خیلی کاری مهم است. بنابراین حضرت خدیجه گفتن که ای محمد آخه تو چند سال است که میروی در اونجا عبادت میکنی، خدای خودت شب و روز عبادت میکنی. خب بعد اون نگفتن که محمد علیه السلام تو اونجا میروی یگانه شخصی که در مکه هستی خداپرست هستی، نگفتن. این صفتاشون نقل نکنن بلکه صفتای آدمیگریشون نقل کنن. خب هم برای من خیلی این چیز مهم است دوستای عزیز در انسانیگری. مثلا بین خود مسلمان است که یک مسلمان مشکلش میشد خودی که برای این هیچ دخلی نداشته باشه، اقلا شاید دلش درد نمیکنه برای برادر مسلمانش، اقلا دعا رو دریغ میدارد برای مسلمانش. مثلا یکم کمک مالی، مثلا یک کمبغلی بیچاره است که مثلا وزنی غلطی از بالاش بیمار شده دیگه، از پدرش مثلا جراحی میکند یا زنش جراحی میشد یا کودکش، یعنی که گویا که دیگرها هیچ پروا نداشته باشند. اما مسلمان حقیقی باشه من صفتایی که پیامبر دارد
بنابراین وی نمیتونه طاقت کنه که برادرش کودکش مرده ایستاده است یا انسان بی پروا شده باشه. حرکت میکنه که یک چیز درست کند، حرکت میکنه دیگرای ترغیب کند، حرکت میکنه مثلا مردم محله جمع کنه که برادرو همین بیچاره همسایه میشناسه، همین مثال کودکش کسل است بیای خیر پول جمع کنیم، پولش تیم مثلا تا تونیم یک قسمش مثلا 10% 20% 30%. یعنی مسلمان همین خیمش همین خصلت رو دارم میشه برادرو. اگر این خصلت هم نداشته باشد و مسلمانش به معنا هست. یعنی مسلمانی فقط این قرآن و عبادت و ریشو مثلا گیریم این چیز نیست. مسلمانی همون چه عملا تطبیق کردن است. عملا همون خواهشات و دین چون که دین از تو طلب میکند وقتی تطبیق کردی انا تو مسلمانی حقیقی میشه. لیکن فقط یعنی که این بسیارتر دشمنان میخوان که ما چی شویم همین مظهر پرست شیم. مظهر پرست چی؟ میرم دو رکعت نخواهم میکنم نماز بخونده سرم که در جماعت من تراویح میخونم که در رمضان من قرآن میخونم که ختم میکنم که باز چی کنم مثلا بعضی همه فکر میکنن. یعنی ما دینگه صحبت ما اشاره کردیم دوستو که گفتیم که اسلام همیشه با چی است؟ با جمعیت هست، با جماعت هست. انسان ترغیب میکنه که به جمعیت باشد، بین جمعیت زندگی کند، جمعیت مثلا ترغیب کند، جمعیت تشویق کند. خب انسانی که جمعیتی هست هیچ وقت وجدانش طاقت نمیکنه که یک نفر با او در جمعیت باشد و مثلا فقیر باشد، گرسنه باشد، بیماری داشته باشد پولی برای طبابت اون بیمارش نباشد، یا خانه داشته باشه که در اونجا گرمی نیست، خانه داشته باشه که در اونجا شرایطی و خانه مثلا گرم کردن یا خنک کردن در تابستان نیست. حرکت میکنه که همین چیزا برای همون همسایه‌اش چی کنه؟ آماده کنه. خودش نتونه دیگرای ترغیب میکنه، دیگرای تشویق میکنه. یعنی که همینجا مادر و خدیجه و همین صفات رو گفتنشون به همین معنی است که نمازشون رو نگفتن اینجا، عبادتشون رو نگفتن، بلکه گفتن تو چی سیلی رحمداری فلان کارهایی که همش فایده چی از جمعیتی است، یعنی که برای دلیابی انسان ها هست. با میگه که خدیجه گفت که بیا گفت من یک امک بچه دارم، گفت پسر امک دارم. پسر امکم خیلی آدم عالم است و از عرب ها بود لیکن نصرانی شده بود. یعنی بینه برادر در همین گویم که جامعه انسان های میشوند که همون جمعیت هستن، با جمعیت زندگی میکنن، لیکن همون جمعیت وقتی که جاهل میشود، وقتی جمعیت از خدا دور میشود، همون انسان ها خدا اونها رو هدایت میکنن، مثلا در دلشون میاندازد از همون جاهلیت دور میشوند و مثلا فقط در گفتن حقیقت میشوند که کجا حقیقت باشد، کجا مثلا روشی درستی زندگی وجود دارد. این ورقه ابن نوفل هم از جمله همونا بود. وقتی دید مکه اطرافش که اینقدر مردم در جاهلیت در ظلمات قرار دارن، حیات اجتماعیشون حیات خیلی رسوا هست، پاروخوری به درجه اعلی هست، انسانای یاردم نکردن خیلی چی است، یا دیگر دستگیری نکردن، این آدم کشی دختراشون میبردن گور میکردن، نکاح های گوناگون داشتن که یعنی که از گفتنش انسانو شرم میدارد. همه همینایی میدید که از جامعه دلخنک میشد، انسانو حرکت میکرد که یک راهی پیدا کند که چی و از همین چیز خلاص کند. همین ورقه هم همه خیلی انسان بود. بعد دینی نصرانیت گرفت برادرو. یعنی که البته وقت دین نصرانیت دینی چی حساب میشد؟ دینی الهی حساب میشد. خب دینی که الله تعالی فرآورده است توسط پیامبر عیسی علیه السلام. خب انا بین نصرانی ها و نصرانی های چی وجود داشتند؟ نصرانی های حقیقی که عیسی رو پیغمبر میدونستند نه خدا. خب و همین ورقه ابن نوفل و امثال انسان های در مکه وجود داشتند، قسما به دین نصرانی و قسما به دین حنیفی گرویدگی بودند. دین حنیفی دین حضرت ابراهیم علیه السلام است. خب این مرد وقتی اومد گفت که پیامبر گفت خب گپ زن کنی چی شد؟ پیامبر علیه السلام نقل کردن چیزی که شد و ورقه نقل کردن. ورقه گفت که وقتشون گفت که هذا الناموس الذي انزل على موسی، به خدا قسم میخورم که این همون فرشته است که به موسی نازل شده است. و گفت یا لیتنی فیها جذعا، کاش که من جوان میشدم و تو رو یاردم میکردم. گفت یا لیتنی اکون حیا حین یخرجک قومک. خب بعد گفت که باید عباره دیگری گفت، عباره خطرناکی گفت که در حقیقت پیامبر مثال به فکر وادار کرد. عبارهش چی است دوستان؟ گفت که کاش که من جوان میشدم و یاردم میکردم و کاش که با تو میبودم هنگامی که قومت تو رو میروند از شهرت. پیامبر کن اگر همین تصور کنیم بین برادر، وقتی پیامبر موضوع بحث کردیم گفتن که مردم مکه پیامبر امین و صادق میگفتن.
و ذهن پیامبر اولین سوال پیدا میشد وقتی که اینکه از چیز میشنوند ورقه. اولین چیز پیدا میشه آخه این مردم من صادق میگن، این مردم من امین میگه، چی خیر من از اینجا میرونم، برای چی منو پیش میکنن؟ میگن چی بده واردگی نیستم، اونها منو به اینم انسان صادق و امین میدونن. بنابراین پیامبر تعجب کردن که اوا مخرجویهم، این حالی و من برآوردنی هن، یعنی که ما رو پیش کردنی هن، اونا من اخراج میکنن مجبوری از همون جایی که مثلا از مکه. بعد واقع گفت که نعم، بله گفتی اخراج میکنه، چون که هر شخصی که با اون چی که تو آورده مثل اون چی که تو آورده است اخراج شده است. یعنی تقریبا پیامبر این است که از قوم خودش اخراج نشده باشد. مثلا حضرت ابراهیم ببینیم چه، حضرت لوط علیه السلام اینان به این مصیبت گرفتار شدن، حضرت یونس به این چیز گرفتار شدن و نمونه های زیاده از پیامبران مثلا که مجبور میشدن که چیکنن هجرت کنن. برادران اینجا برادر عزیز وقتی که این چیز پیامبر علیه از وی شنیدن، بعد گفت که و این یدرکنی یومک انصرک نصرا معزرا، اگر یکی من زنده مانم گفتم وقتی پیامبری تو اعلام میکنی من تو رو حتما کمک خواهم کرد. خب به همین وای تمام شد. خب مثلا ورقه دوستان برادر شاید بعضی پرسن که چی شد پای ورقه، میگن که مسلمان مردگی است. برای چی؟ یعنی که برای اینجا یکمش که اعتراف کرد که پیامبر مسلمان هستند، پیامبر هستند و اون چی که به پیامبر نازل شد اون فرشته ای است که به موسی علیه السلام نازل شد، به عیسی علیه السلام نازل شده بود. و در حدیثی هم پیامبر پرسیدن که آیا ورقه چی حال دارد، مقصد همون اولین شخصی که شما پرسیدن همه خیلی جواب داده بود. پیامبر گفتن که ورقه رو من دیدم که در لباس سفید پوشیده بود و از همین لباس سفید پوشیدنش که لباس اهل جنت است. علما دلیل کردن که ورقه چی است؟ شخصی، یعنی که در اسلام مرده است. خب مسئله دیگر برادران، من مجبورم بعضی مسئله رو بعضی چیزا رو آشکار شویم به اینجا، چون که بعضا به سبب نافهمی مثلا میگن که اولین سوره که پیامبر نازل این سوره مدثر است. سوره چی؟ مدثر. از جابر بن عبدالله حدیث اومده است که برادران میگه که درباره هم و کنده شوی وحی بعد از این کنده میشد از پیامبر و وحی دربارش گپ میزند و میگه که بینما انا امشی سمعت صوتا فی السماء. پیامبر میگن که من بعد اون که همین در واقع شد در غار حرا میرفتم که یک بار صدای رو شنیدم از آسمان. میگن سرمو برداشتم طرف آسمان، میگه همون دیدم که همون فرشته ای که در غار حرا دیده بودم بالای کرسی بین زمین و آسمان نشسته است. خب البته این چیز برای پیامبر علیه السلام آشکار بود که همه نمیدید این چیز. میگه فرعبت و رجعت و قلت زملونی، من ترسیدم و خونه بازگشتم. میگه گفتن که باز ما رو زایکنه پوشونید. بعد نازل شد سوره یا ایها المدثر. خب ای اونی که خودت رو پوشانیده، ای جامون بر خود پیچانیده، یا هم خیلی معنای سوره. خب بین برادران همین بعضی آدم ها همین گفتن که اولین سوره که نازل شد این سوره مدثر است، خیلی که اینجا جابر گفته ایستاده است. این هم در کتاب بخاری و مسلم آمده است. لیکن برادران اینجا خود اگر متن حدیث بین میگه جابر علیه السلام میگه که این همون فرشته بود که در غار حرا دیده بودم. یعنی خود همین متن چی میکنه؟ دلالت بر آن میکنه که پیامبر علیه السلام اینجا درباره فرشته دوم بار آمدنش نقل دارن، نه اینکه بار اول. خب بار اول اومد سوره اقرا همون 5 آیه نازل کرد، بعد بار دوم اومد با چند آیه از اولی سوره مدثر و پیامبر علیه السلام نازل شد. خب یعنی معناش میشه که اولین 5 آیه که نازل شد سوره اقرا هست. بعد اون نبر وحی کنده میشود 40 روز بعضی قول وقتی بعد اون چی میشد باز همین چیز سوره مدثر و پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل میشود. خب سوال پیدا میشود اکنون پیامبر مادامی که حالا پیامبر نبودند در اساس کدام دین عبادت میکردند در غار حرا؟ پیامبر در اساس دین حنیفی به خدای خود را عبادت میکردند در غار
خب چونکه در همون غار حرا، یعنی که در اونجا مثلا به تنهایی وقتی که انسان دید که از جامعه که دلش خنک شد، از جمعیت که دلش خنک شد، خب چونکه جمعیت شرک بود، جمعیت گمراهی بود، جمعیت زلالت بود، جمعیت ظلمات بود، بنابراین پیامبر در یک سال یک وقت جدا میکردن میرفتن در اونجا، یعنی که خلوت میکردن با خدای خود. خب حنیفی چه خیلی پیدا شد دینی برادر؟ حنیفی دینی ابراهیم علیه السلام است، ملت ابیکم ابراهیم، یعنی حنیفا مسلم ابراهیم حنیفا مسلمان، مثل آیات ها هست. یعنی که دینی حنیف یعنی دینی یکتا پرستی است، دینی که فقط میل به خدای یگانه دارد، برای ما حنیف گفتن. پیامبر علیه السلام در غار به همین دینی ابراهیم علیه السلام عبادت میکردن. و غیر از پیامبر چه خیلی گفتن در مکه تقریبا در سیره میگن که 5-6 نفر انسان هایی بودن که در دینی حنیفی بودن، یعنی که میگفتن که ما عبادت های جاهلی شما رو قبول نداریم و ما در دینی مثلا ابراهیم علیه السلام در دینی حنیفی هستیم. اکنون همجا یک سوال پیدا میشه برادران، بین وقتی که انسان نهی منکر میکند، یعنی کاری خطا رو وقتی این کار میکند، البته بولی سرش بلا میآید. مثال زنده هم پیامبر ما، مثلا پیامبر در مثلا گفتم خدا رو با دین حنیفی عبادت میکردن، باز گفتم که 4-5 نفر دیگر بودن در مکه یا 5-6 نفر دیگری بودن که در دین حنیفی بودن. خب سوال پیدا میشد که چرا مشرکای مکه اونها رو اذیت نمیدادند؟ چرا محض محمد علیه السلام رو اذیت دادن رو شروع کردن برادران؟ برای اون که پیامبر علیه السلام وقتی که در مکه مثلا برآمدند و دعوت کردند و خطاگی قوم بیان کردند، بعد قوم دیگر عکس العمل نشون دادن. اما اون 5-6 نفری که بودن اونها خود به خود بودن، یعنی که به کسی کار نداشتن، شاید که دیگران هم دعوت نمیکردن، شاید نزدیکای خودشون دعوت میکردن، لیکن این کار علنی با اون شرک و با اون کفر و با اون ضلالت و با اون ظلمات و با اون جهل و با اون جاهلیت نداشتن. برای همین اونها یک نمود آرامانه زندگی میکردن. یعنی که این در حقیقت همین دشمنم بهش همین است، یعنی که وقتی که زمان حاضر هم بینیم میگه که تو به دیگران کاردار نباش، نماز خوان در مسجد خدا رو به دیگر کاردار نشو. خب به تو کاردار نمیشه، لیکن مادامی که وقتی دعوت کردیم، مادامی که ترغیب کردیم، مادامی که تشویق شد، دیگر ناراحت میشه. میگه اینه که میخوان که مسجد، میخوان که دین فقط در داخل مسجد باشد، از حیات انسان جدا باشد، که اسلام اصلا اومد حیات انسان رو ترتیب داره. چه خیلی مسجد تو میبری دین در همون 4 دیوار مسجد محکم میکنه، و انسان اومد مثلا نکاح و طلاق و خرید و فروش و مثلا انسان چه خیلی زندگی کردنشون همه اون رو ترتیب داره دیگه است، همین قانونش در کتابش بیان کرده دیگه است. چه خیلی تو میتونی که دین از این جدا کنی برادر؟ خب برای همین گفتیم که دیگر انسانایی که مثلا چی بودن، کاردار نبودن مردم مکه. پیامبر برایش کار داشتن، برای که پیامبر گپ زدن، هم مثلا اعلان پیامبری کردن پیامبر علیه السلام. خب اگه برادر اینجا همون نقطه چی بود، همون وزنینی و همون فشار داشتنی پیامبر صلی الله علیه و توسط وی، گویا که این یه نمود چی از پیامبر علیه السلام آماده کردن به اون وزنینی هایی که در آینده به سرشان آمدنش ممکن است همون بود. یعنی که پیامبر وقتی فشرد، وقتی خان گفت و پیامبر جبرئیل فشرد، یعنی که تنش ممکن این گفتنی میخواست اون چیز گوید که دینی تو، یعنی که دینی که تو آورده ای البته دینی چی از حق است و برای این حقیقت برای مردم رسوندن تو اذیت خواهی شد، تو رو مردم همیشه نمیگذارن، تو اذیت میشوی. گفت یعنی که خداوند فهمو برادر. میگذاریم به نکته دیگر. پیامبر علیه السلام وقتی که جبرائیل آمد و همین سوره اقرا رو خون گفت، پیامبر آیا خوندن نوشتن میتونستن؟ البته پیامبر خوندن و نوشتن نمیتونستن برادران. چرا؟ چرا که این چه قرآن برای ما میگه. مثلا وقتی که نظر میکنیم به سوره عنکبوت آیت 48، الله تعالی برای ما میگه که و ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. یعنی بین در این آیات های بزرگ، در این آیات های عظام، الله تعالی با پیامبر علیه السلام میگه که خطاب نموده ای پیامبر صلی الله علیه و سلم،
ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، پیش از تو پیامبرانی بودن که ما با اونها کتاب نازل کردیم. خب به همین تربیتی هم قرآن نازل کرده، میگه الله تعالی در آیت قبلیش. بعد میگه که تو قبل از قرآن هیچ کتابی رو خوندن و به دست راست خودت یگان چیز نوشتن رو نمیتوانستی. ما چخیلی میگه ما کنت تتلو و ما کنت تتلو من قبله من کتاب، پیش از این تو کتاب خوندن نمیدونستی. گفت ولا تخطه بیمینک، یعنی که به دست خودت یگان ختم نوشتن بلد نبودی و نمیدونستی. زیرا تو شخصی بودی که سواد خوندن نوشتن نداشتی، که معناش همین است که تو سواد خوندن و سواد نوشتن نداشتی. چرا؟ این حکمت الهی است برادران که چرا پیامبر خوندن نوشتن نداشتن. اگر تو خوندن و نوشتن میدونستی، حتما مردم نادان در پیامبریت شک میکردن و این مهارت تو رو خب بهانه میگرفتن که قرآن رو از کتاب های گذشته رو بردار کرده ای. خب بینه برادر، این نکته مهم است. حاضر مثلا یک شخصی برآمده است، دعوای چی دارد؟ دعوای پیروی از دین زردشتی دارد و تیز علیه اسلام گویم که پاست ها میگذارد در فیسبوک، تنقید کرده میستد مسلمان ها را. جوش میاد اگر قرآن هم تنقید میکند، گویی بعضی گویم که انسان های بیعقل و احمقی مثلا از افغان و از دیگر ملت ها میارد، میگه که به زبان اونها قرآن رو میخواد تحقیر کنه، مثل عیار و پیار اونها. خب همینجا برادرو میگه که قرآن میگه پلاگیات است. پلاگیات یعنی که روی بردار شده است از دیگر کتاب ها. یعنی که همین، یعنی که به همین انسان جاهل، به جاهلی خودش که بین پیغمبر چند هزار سال است، 1400 سال، 1400 سال است، امروز اومده گویا که یگان کشفیات علمی زور کرده باشد، میگه که همین قرآن پلاگیات است. و عادتا چیان همین چیزای ما بهانه کنه میگن که همه چیزی که در اسلام است از زردشتیت کشونده باشن. گویا که او حلقه زردشتی بین ما در اطراف این چیز صحبت کرده هستیم که این دین زردشتی برادر چی کتابای حاضر دارن که همین کتابایی که حاضر دارن همش در زمان اسلامی نوشته شده است. کتابایی که حاضر کتابای فقهی زردشتی اکثرا در زمان عباسی ها نوشته شده است. قدیمترین نسخه اوستایی که در دست دارن در عصر 12 است، هم زمانی که مغول آمدگن، از هم دستنویسی قدیمترینی که یافت شده است در دنیا در دستشان است. سال 1230 چند است، خطا نکنم. خب اکنون میگن که اسلام از ما دزدید، لیکن اینا اصلا از اسلام دزدیدن. چرا این شبهه بسیار میافکنن، برای من مجبور شدم جز این خوندم یادم اومد. ببین میگه که نماز از ما اصلا 5 وقت نماز از زردشتا بود و مسلمان‌ها دزدیدن. معراج از ما بود، نمیدونم چه از ما بود، این از ما بود، روزه از ما بود، فلان از ما بود، بسم از ما بود. لیکن آخه شما وقتی که اینا وقتی مسلمان‌ها اومدن برادر، وقتی فارس فتح کردن مسلمان‌ها، زردشتا برای خاطر همون خداشون در همون ادابتاسیون میگن که به همین دین نزدیک نشان دادن، مجبور شدن که قانون خداشون به صورت تعدیل کنن و به اسلام نزدیک کنن، گویا که ما هم یک دینی آسمانی هستیم. برای مجبور شدن که 5 وقت نماز اختراع کنن. آخه وقتی یعنی اسلام اومد اونها تقریبا بدونی از همون 21 کتابی که مونده بود از همون اوستا فقط 5 تاش موند. حبدت دیگرش مقصد این که چند تا میشه، 25 گیره میگه 16 کتاب دیگرش نابود کردن. چرا نابود کردن؟ چون که اونجا دیگر همون خرافات و دینی، یعنی که دست انسان که ساخته شده بود، نمیخواستن که مسلمان از این باخبر شن. و اینجا دیگه بعضی تعدیلات دراده گفتن که اینو ما هم خدا داریم، ما هم ایمان به قیامت داریم، ما ایمان به صراط داریم، ما هم ایمان به فلان داریم. این پولی صراط هم دعوا کرده بود که از چیز دینی زردشتی است. و همه خیلچا کنن مراد مردم به شبهه انداخته شدن که گویا که اسلام از اونها گرفته باشد. اكو زردشتی که از اسلام پیش است، آدمی که ناخونده است میگه که ها درست است، شاید که اسلام اینو گرفته باشه، لیکن نمیدوند که این کتاباشو بعد از اسلام نوشته. یگان کتابی ندارن که پیش از اسلام حاضر داشته باشن که پیش از اسلام نوشته شده باشه و همین احکام رو در بر گیرند. یعنی که اینها وقتی که مسلمان آمدن از ترس مسلمان مجبور شدن که فقه خودشون دیگه کنه، خودشون به هم مسلمان مانندتر کنن. آنها که حاضر اینا اومد این حاضره این شاوینیستای ما اومده دعوا دارن که ما گویی که چی هستیم به اسلام از ما دوستیدگی است، ولی که خود اینا از اسلام دوزیدن تا اینکه به اسلام نزدیک شون.
اگر احکامشون خونی در حقیقت تعجب میکنی. خب خلاصه پیامبر برای چی الله تعالی از انسان خوانده نوشته نمیتونستگی انتخاب کرد؟ اینجا خودش حکمت چه گفت که اذا لرتاب المبطلون، همه خیلی انسانو همه خیلی مبطل اومد میفتن که هی پیغمبر درست اگر خوانده نوشته میتونست میفتن که خیلی که آدمی خواندگی هست، آدمی که باسواد است، یک قسم از انجیل گرفت، از تورات گرفت، از اوستا گرفت، از فلان کتاب گرفت و یا دینی نو ساخت مثلا. برای اون که همه خیلی نگویند در آینده یا در همین زمان خودت ما پیامبر رو انتخاب کردیم که خواندن و نوشتن نمیدونن. وقتی انسان خواندن و نوشتن نمیتونست که اومده اینقدر علمی غزیر، اینقدر علمی سرشار برای مردم نقل میکرد، مردم باورشون زیاد میشه که درست یعنی که این آدم هیچی نمیدونست، این آدم خواندن نمیتونست، این آدم نوشتن نمیتونست. این از کجا گرفت؟ یعنی که معلوم میشه که از طرف الله گرفت، از طرف خدای گرفت این چیزا. خب بنابراین قرآن همین حکمتش از ظاهرا عمیق بیان کرد، آشکار بیان کرد، گفت که اگر تو همه خیلی میگه اگر تو خوانده نوشته میتونستی، مردم میفتن که اسلام دین از دیگر دین گرفته شده است و پیامبر خوانده و نوشته نتونستنشون هم چی هست؟ دلیل پیامبرشون است، یعنی که یک معجزه هست. مثلا همون سوره اقرا گیریم گوزم در اطرافش دویم آیات وقتی گفت که خلق الانسان من علق، انسان از علق آفرید، یعنی انسانی که صحرایی هست، اون وقت میکروسکوپ نبود، تلسکوپ نبود، هیچی نبود، یکون آلت‌های مثلا شیمیایی و اختراع شده نبود. این آدم از کجا فهمید که انسان در نطفه وقتی در درون مثال انسان زن می‌دراید، بعد از چند وقت مثلا خونی بسته مبدل به خونی بسته می‌شود. خود این مثلا چی از دلیل صدق همین پیامبر صلی الله علیه و سلم است. خب بلکه گفتیم یک آیات‌های آشکاری از طرف خدا است، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. خب خلاصه برادران، وقتی که همین چیزا پیامبر تلقین میکرد و پیامبر میفشرد، دوستان عزیز، این گفتم نشانه اون است که دیگر حیاتی آرام از تو دور خواهد شده. محمد علیه السلام برای تو دیگر مرحله وزنی شروع بشود، مرحله دعوت است. باید که این وزنی رو تحمل کنی. از من حاضر از اول من تو رو می‌آموزم که باید که چی تحمل کنی این مرحله رو. چرا که در وقتی که همون دویم سوره که پیامبر نازل شد برای سوره مدثر میگه که یا ایها المدثر قم فانذر، ای اونی که خودت رو پیشانی دهی خیز و مردم رو بیم ده، گفت مردم دیگر ترسان، مردم رو فهمان دیگر گفت قم فانذر که خیز بخیز از جان، فانذر معنی انذار یعنی که بیم دادن و ترساندن مردم از همون عاقبت کفر و شرک و ضلالت و گمراهی و ظلمات و جهل و جاهلیت. خب پیامبر وقتی گفتن که من خواندن میتونم، اینجا میشه که پیامبر علیه السلام هیچ وقت انتظار نبودن که پیامبر میشن. برادر انتظاری پیامبری نداشتن، انتظار اینکه مرتبه هم نداشتن. میگه برعکسی بعضی حنفیایی که خیلی گفتیم حنیفی هایی که گفتیم 4-5 نفری که در اونجا بودن، مثلا امیه ابن ابی الصلت گفته آدم از جمله همون آدمای مکه بود و در دینی حنیفی بود، یعنی که در دین ابراهیم علیه السلام بود، به بتان سجده نمیکرد، مثلا بدعت و خرافات اونا رو اجرا نمیکرد و همین مردک به همین فکر خودش پیغمبری رو انتظار بود که من پیغمبر شدنم ممکن است. گفتم همون امیه ابن ابی الصلت وقتی که پیامبر علیه السلام هم آمدند، همین آدم کافر شد از جهت حسدش، چون خودش که پیامبری را انتظار بود چی شد؟ کافر شد به پیامبر صلی الله علیه و سلم. بنابراین در قرآن الله تعالی میگه که و كذلك اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدری ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدی به من نشاء. برادران این هم آیاتی عجایب از در همین سوره میگه که ای محمد صلی الله علیه و سلم، چنانچه ما با پیامبران گذشته پیغام فرستادیم، همچنین به تو از نزد خود قرآن که به تو از نزد خود قرآن مانند به جان رو پیغام فرستادیم. اینکه اوحینا الیک روحا من امر، معنی روحا من امر اینه که پیغامی که مثل مانند قرآنی که مانند به جان هست، یعنی که به انسان جان میبخشد، انسان رو زنده میکند از نو. چیزی بیروح چیزی مرده است، چیزی روحدار چیزی زنده هست.
قرآن یک چیزی مانند روحی است که وقتی در وجود انسان در اومد، در دل انسان در اومد، انسان بیدار میکنه. به این معنا قبل از نازل شوی قرآن چی بودن کتاب های پیامبر پیشین و نیز چی بودن حقیقت ایمان را نمیدانستی، ولیکن ما قرآن را نور گرداندیم که به سبب آن از بندگان خویش هر کی را خواهیم هدایت میکنیم. ببین اینجا به الله تعالی گفت که ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، تو کتاب چی بود نمیدونستی. گفت یعنی تو درباره پیامبران پیشین معلوماتی نداشتی، درباره کتاب اونها، درباره زبور و صحف ابراهیم و درباره تورات و دیگر انجیل و معلوماتی نداشتی میگه الله تعالی. و این چنین اینجا درباره ایمان هم اشاره کرده است که ولا الایمان. خب ولی ایمان اینجا مفسران میگن که اینکه تو ایمان رو به طور تفصیل نمیدونستی. تو میدونستی که خدای یگانه هست که باید عبادت شود. خیلی گفتیم که پیامبر میرفتن عبادت میکردن که در وقتی همون پیش از پیغمبریشون. این معنیش نیست که پیامبر تماما از ایمان دور باشن، بلکه پیامبر علیه السلام میدونن که خدای یگانه هست و این قوم جاهل هستن، از خدا دور هستن، در جهالت و ظلمات زندگی میکنن. بنابراین ایمان به خدا داشتن که به تفصیل نمیدونستن این ایمانو. یعنی که با زبانی اگر با تفصیل اینکه دیتیل نه از این چیز بیخبر بودن. بنابراین خدا اینجا گفته است که تو درست ایمان نمیدونستی، برای اینکه ایمان به تفصیل نمیدونستی. دیتیل نه چه چیز مثلا برای انسان لازم است تو نمیدونستی، غیر از اون که خود کتاب دربارش معلومات نداشتی. خب یعنی که این چیز برای ما معلومات بده که دوستان عزیز پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ وقت انتظاری پیغمبری نداشتن. انتظار نبودن که پیغمبری این امت میشوند، برخلاف امیه بن ابی الصلت. وقتی که بعضی شعر همون امیه بن ابی الصلت در جاهلیت میخوندن درباره توحید و یگانه پرستی، پیامبر گفتن که وقتی شنیدن، خیلی که در حدیثی در تفسیر بغوی اونجا اومده است، میگه که پیامبر میگه که آمن شعره و کفر قلبه. این امیه شعرش ایمان آورد و دلش کافر شد. خیلی گفتم از سبب حسدش به پیغمبر از اسلام روی گردانید. خب همینجا برادران همون کلمه اقرا رو وقت نظر میکنیم دوستان عزیز. اقرا میگه که بخوان هر چی که احتیاج داری از علم نفع آور، هر چی که احتیاج داری از علم نفع آور، که این چی میشود؟ این امر اینجوری به امت پیامبر بعد از پیامبر علیه السلام میشود. میگه که یعنی که این دعوتی هست به طلب علم کردن، علم نافع، چی نفع دنیوی داشته چی نفع اخروی داشته باشه برادران. یعنی که این آیت دلالت بر فرض بودن طلب علم، علمی که انسان به آن محتاج است میکند. خب بعضی علمای هستن که فرض عینی هستن، به هر یک انسان خودش فرض است. بعضی علمای هست که مثلا علمی که فرض کفایه هست که بعضی انسان ها همون علم طلب کنه از دیگر رو ساقط میشن. مثلا پیامبر حدیثی که در ابن ماجه اومده است میگن که طلب العلم فریضة على كل مسلمین، طلب کردن علم برای هر شخص مسلمان فرض است. یعنی اسلام نمیخواد که مسلمان بی سواد ماند. اسلام حرکت میکنه که انسان مسلمان سواد گیرد، چون که سواد گرفتن از همین زمان است که انسانی با سواد باشه دیگه برادر میتونه که همین خانهش توسط مثلا اینترنت پول کار کنه. حاضر همین خیلی راه مثلا برام دیگه مثلا انسان حاضر مگزینای اینترنتی دارن، در مگزین بارشون میاندازن، در یک جا در چی میستاد مثلا در انبار میستاد خرید و فروش توسط اینترنت میشه دیگه. اونجا به بازار نمیشنه، سحری بر وقت هیچ جا نمیره، مثلا از خونش کارشو میکنه. یعنی که همین سواد برای انسان چی است؟ هم زندگی دنیاشو آسان میکنه، هم زندگی آخرتش آسان میکنه. خب یعنی که قرآن به یک قوم نازل شد که اکثریت اون قوم چه بودند؟ قوم جاهل و خواندن و نوشتن بلد نبودند. خب امتون چه خیلی در بسیار عباره مشهور است، میگه که امتون امیتون، یک امت یک گروهی مردمی بود که امی بود. امی یعنی که سوادی خواندن و نوشتن در اون نبود. خب یعنی که مردم بودن که بی سواد بودن، مثلا اکثری مطلقی انسانی که در جزیره عرب زندگی میکردن. خب آدمایی که خواندن نوشتن می‌دونن خیلی کم بودن. تا حتی میگه که در زمان پیامبر علیه السلام در مکه عادتاً فقط هم یا یهودی یا یگان نصرانی فقط خواندن و نوشتن بلد بود. بنابراین وقتی که درباره خواندن کم بزنن تا ها یهودی و نصرانی هست، مثلا انسان عرب هم باشد اینکه میگفته که یا نصرانی است یا اون چیز دیگر است، چون که فکر میکنن که
خاصیت خواندن خاصی همین مردم است. یا نصرانی بودن در کره زمین که چی یا یهودی. خب اینجا که در یک شهر ممکن یک یا دو نفر کاتب بود، نویسنده بود، دیگه هیچ کی نوشتن و خواندن بلند نبود. یعنی که یک مردمی بودن که در گمراهی آشکار زندگی میکنن، بود پرستی میکردن. خب تو خیلی روایت هم از حدیث ها رو بینیم برادر، وقتی یک جا میامدن میدیدن که مثلا سفر کردن، اگر همراهشون بود نباشد میگرفتن همون لای میکردن از همون خاک که اونجاست، یک به شکلی بود یک هیکلچه میساختن، به همون خودش عبادت میکردن. اگر آب نیامون، اگر همون گوسفند از شتر از شیر همون میگرفتن، به همون خاک آمیخته کرد، از همون یکانش به صورتی چی میساختند و چه عبادت میکردن همونجا. یعنی که به همین درجه انسانهای جاهل بودن همین قوم. و اون طرف ولی این دیگر طب و طبابت و صنعت و صناعت و کاسبی اون طرف است. این چیز تماما قریب که شاید دور بودن اینا. یعنی دور هم نباشن، خیلی در چیزی بدایی بودن. یعنی که یک آبشینایی ابتدایی ما زندگی میکنن. گویم مقصد همین در مسئله صنعت و زراعت چیز خیلی سوس بودن در این مثلا. چرا که این به حکم همون جغرافیایی که داشتن برادر عرب چرا سوس بود در این مسئله؟ جغرافیای عرب به مخاطر جغرافیایی بود که و خواه ناخواه از دولت‌های متمدن قفا گذاشته بود. مثلا عربستان یکی از خصوصیتش این بود که از جزیره از رگ که یک دیوار ریگین همین نیم جزیره رو اطرافش احاطه کرده بود که خودی همون مثلا ایران هم یا هم وقت دولتی و حساب میشد، ایمپری بود، یا اینکه ویزانت هم ایمپری بود، فکری هجوم به اینجا رو نمیکنم. گفتم اونجا دیگر هیچ نیست، هیچ نیست. یگان شهری نیست که اونجا بغیر از صحرای و گرمی و آفتاب و یا اون چیز دیگری نیست که ما از اونجا رفته فایده گیریم. بنابراین نه اونجا رو ایمپری فارس ضبط کرده است، نه ایمپری ویزانتی اونجا رو ضبط نکرده بود. خب بنابراین از مدنیت خیلی دور بودن و خودی همین اختیار هم یعنی که اختیاری عادی نیست. یعنی که خداوند پیغمبر از همین خیلی نمود آدم اختیار کردنش هم برادر این است که فارس ها مثلا بسیارتر به همون حکمت و علمای هندوها متاثر بودن. خب حکمت و چیزهای همون هندو متاثر بودن و وقتی که پیامبر میمد شاید که این حکمتی مثلا بودا از این بهتر است، یا اینکه حکمتی مثلا کریشنا یا حکمتی مثلا فلان، یا با حکم اون که هندوستان ها با مختار همسایه دارن میشن کنفوشیوسی و بلای بتر و همین چیزها رو بهانه کردنشون ممکن بود و پیامبر قبول نکنن بود. خیلی حاضر هم چه خیلی که بعضی ها هستن که میگن که این دین عرب است و این پیامبر عرب است و ما پیامبر ندارد، نعوذ بالله، خیلی پار میزنن. اون وقت هم دیگر هم چیزا بود، مثلا چون میگه عرب اومده برای ما دین یاد میدی. بنابراین این قبول کنیشون اینه که این خیلی برای این انسان ها قبول کردن دین خیلی کاری مشکل بود، چون که فلسفه ها ذهن اونها رو ملوث یعنی که چلیکین کرده بود. ویزانتی هم باشد عیناً همین شکل، یعنی که همون فلسفه یونان و فلسفه اغریقی و مثلا میگن که رومی همه خیلی ذهنشون رو مشغول کرده بود که اونها دیگر پیغمبر با یک شک نگاه میکنن. بنابراین الله تعالی در یک امتی فطرتاً یعنی که ذهنش صافه که فکرهای غلط ندارد به همون، یعنی که یک امتی بود که مثلا خمیر بودن اونا. یعنی پیامبر وقتی اومدن اونا میتونستن که به هر شکل خوان همون امت درون. خب برای همین الله تعالی به همین امت همین اسلام داد تو اینکه همین رسالت تحمل کنند. یعنی که چون که در ذهنشون چیزهای ضد خدایی نبود، در ذهن از این چیز خالی بود، صاف بود ذهنشون. فهمو؟ نکن بینیم همین امت که همه شکل بود بعد از اون که پیامبر صلی الله علیه و سلم اومدن برادرها به چی حالت گرفتار شد؟ اینقدر ترقیات شد که مثلا خود بشریت حیران از این چیز. مثلا وقتی که مسلمانان مثلا بینیم 100 و چند سال از حیات پیامبر نگذشته در بغداد اینقدر مکتب‌های کلان، کتابخانه‌های کلان ساخت، اینقدر علم پیش رفت، اینقدر طب و شیمی و فیزیک و هم اکثر علمای اساسگذاری هم مثلا هم وقتی که میگن از مثلا مسلمان ها مثلا رازی و سینای و بیرونی و مثلا خمر خیام و اینا همش در همین زمان طلایی که سوره اقرا برای اونها دستورالعمل بود. سوره اقرا برای اونها دستورالعمل بود برادر عزیز.
به همین خیلی پیشروی ها نائل شدند و به همین خیلی پیشروی ها نصیب کرد. چرا؟ چون که اونها درک میکنن که الله تعالی ما رو خوندن و نوشتن این یک چیز است، متطلبات دین است و دین آن رو برای ما فرض کرده است. و ببینیم اگر قرآن هم در بسیار جاها مثل انسان رو ترغیب به همین چیز میکنه. خب دوستای عزیز، به همین قدر اکتفا میکنم اینجا و دیگر باز شروع فردا دوام میدیم. چیز رو خلاصه همین است که سوره اولینی که پیامبر نازل شد این سوره اقرا است که عبارت از 5 آیات بود، یعنی که 5 آیات اولش نازل شد، گرچه سوره خودش از 18 آیات عبارت است. و ببینید قرآن هم یعنی که سببی شاید سوالم پیدا شد که چرا این قرآن به همین شکل نازل شد. قرآن زینه به زینه نازل شدنشو پیامبر علیه السلام مایده نازل شدنش هم یعنی که به فایده چی از امت است. یعنی که امت مثلا گیریم اگر او دیگه مثال زنده گیریم اگر یا بانکی ایالتی را اگر آب داشته باشد انسان، هم بانکی ایالتی را یکی آب رو خورده نمیتونه جرعه میگیرد و همون ممکن که در 5 بار یا اینکه 6 بار میخورد همون میتوند، یعنی که یکی آب رو خورده نمیتوند. اینم علم هم همین است. الله تعالی همین علم زینه به زینه به مسلمان داد، اونها رو آماده کرد. یادتون باشد اما شبای اول گفتیم که قرآن به همین شکل نازل شد برای خاطر اون که آدما مثلا حرام بودن عرق اگر 3 مرحله نازل نمیشد، چقدر انسان ها مثلا یکی عبر از هر عرق دست کشته میتونستن. یعنی که اسلام زینه به زینه اونها رو به طرف نیکی میکشید و نازل شوی همین سوره ها مثلا یک قسمش مثلا بین اقرا اولش در سال اولی هجری مثلا نازل شد، اولی بعثت نازل شد، دومش مثلا شاید بعد از 5-6 سال نازل شده است. اینم بینه همین هم دلیل پیامبر است. بینه بعد اقرا سوره مدثر نازل شد. خب تصور کنید یا انسان دوام 23 سال کتاب می نویسد. من برای فهم شدنش نوشتم برادر، دوام 23 سال کتاب می نویسد و خودش خواندن نوشتن نمیتونه. مثلا میگه که نمی‌بینه خب این بعد یک سوره نازل شد مثلا سال اول، سال 5 و 6 می آید، در بین این سوره مثلا والضحی نازل شد، سوره مدثر نازل شد، در این بین مثلا گیریم خب با یک چند سوره دیگه نازل شده که با پیامبر اذا شمس کوورت و اذا السماء فطرت و دیگر سوره با یکی آیات نازل می شود درباره مثلا همون ابو جهل وقتی بالا پیامبر ظلم میکرد، همونه کلا ان الانسان لا یطغى ان رآه استغنى، دهم همین سوره. ببینید که همین آیات رو برید در 5 آیاتی که از سوره اقرا بود که در همونجا گذارید میگه. اون وقت کامپیوتر بود که پاپکا مثلا جدا کنه گویا که سوره اقرا مثلا 5 آیاتش اومده است با مثلا نازل شد با همونجا دهم میده. یعنی انسان شاید فراموش میکرد در دهم 23 سال مثلا که پیغمبری کردن، لیکن پیامبر ببینید که دقیق میفتن که اینو بره در اون سوره که فراموش نکنه اونش همونجا گذاره. آمیخته نمیکنم من چی اذیت معنا آمیخته نمیشه، اون چیز ضدیت هم بین این مثال آیات دید نمیشه در این چیز که خود همین دلیل برام که این قرآن از طرف خدا هست، از طرف انسان نیست. خب اگر ببینیم قرآن یگانه میگن که کتابی است که چی ندارد، مقدمه ندارد. همه کتابا مقدمه دارد. مقدمه وقتی که صاحب کتاب می‌نویسد آدم عذر می‌پرسد، میگه که من خطا کردم، خیلی عذر، یگان فکراتون آیه کتاب شد نویسه. لیکن قرآن هیچ وقت این که بده میگه برای ما میگه من خدای شما هستم. میگه قرآن، صاحب قرآن، من خدای شما هستم، برای همین چی این کتاب خونه این دستورالعمل خود قرار ده. هیچ وقت مثلا از بنده خودمان اینجا فکر رو ایشون قبول مثلا چی نمیکنه که ها فکراتون رو بیان کنه، چی فکر داره درباره ایمان قرآن من. خب دوستو همین قدر اکتفا میکنیم ان شاء الله. باز شب آینده ان شاء الله دوام خواهیم داد. خب اینجا سلام علیکم داره اینجا به برادر خیر سلام علیکم. خب اینجا درباره خوشنامی ظالم میگن نوار کنه تیوی آیات بوده. خب ان شاء الله صحبت میکنیم برادر در این مسئله. در حقیقت همین مسئله مشکلی زمان شده از همین چیز حاضر خیلی شاید از سبب ترقیات حیات و بعد همین انسان ها مثلا در دیگه که تقلید کاری خیلی زیاد شده. ایسا که تقلید کاری چی می شود همین اویله ها بسیار ویران شده به سبب همین خوشنامی که میخواد که پی خودشو گذارند یا که کلینه که میخواد که پی خودشو گذارند و نادیده گرفتنی
келин хуштомона ё ин ки хуштоман келина, яъне як чизе ки мутақобил аст, аслан дутарафа ҳаст ин мушкилӣ. Наметавонем фақат хуштомона гирем, келинам гоҳи мешавад ин чиза. ё шояд ки келин аввал тоқат мекунад, тоқат дар охир дигар наметавонад, баъд чӣ мешавад, инам аксуламал нишон медода ки мешавад. Дар мобайни бечори бача шавҳар зарар мекунад, ин тараф модараш, ин тараф занаш намедонад чӣ кор кунад. хоб хусусан одамое ки фарзанд доранд, масалан гоҳи ҳамихе болошон гирифториё мешавад. духтара маҷбурӣ, масалан духтара маҷбурӣ инҷа суол доданд ки шавҳар медиҳанд, ин дар ислом нест ин чиз. бояд ки ҳатман духтар пурсида шавад пеш аз никоҳ додан, пеш аз никоҳ бояд пурсида шавад ва маҷбур додан яъне нишонаи ҷоҳилият аст. Масалан ки духтара биёрӣ маҷбур ба инсоне ки намехоҳад диҳӣ, баъд он ки ҷудо мешавад, баъд пушаймон мешинӣ ки чаро ман инро маҷбурӣ додам. бинобарин бояд ки ризогии духтар ин чизи зарур аст. Хеле пайғамбар дар ҳадис мегӯянд ки албикру тустаъзан, яъне ки духтари бикр пурсида мешавад пеш аз никоҳ ки оё ту мехоҳӣ ки ба ҳамин шавҳар кунӣ ё не. Масалан фалон оила аст, фалон бача аст. Хоб агар духтар ки розигӣ дод, ба падар метавонад розӣ кунад. Духтар метавонад ки дар вақти никоҳ гӯяд ки ман не. ҳамон вақте мулло никоҳ мебиёяд, масалан метавонад гӯяд ки не ман никоҳ. оё ҳамна ба шавҳари қабул кардӣ, метавонад гӯяд ки ман қабул накардам. Масалан ҳеҷ ки маҷбурам карда намешавад, чунки никоҳ бояд ба чӣ бошад, хоҳиши нафси худ бошад. яъне ки бе маҷбуригӣ бошад, бо ризояти худ бошад. гуфтааст ки агар нафаре хонаи фурӯшӣ дорад, агар пул надошта бошад ҳам қарз гирифта закоташро супорад, ҳаҷ ҳам болааш фарз аст ё не? хоб бародар, вақте ки хонаи фурӯшӣ дорӣ, хонаи фурӯшида вақте мефурӯшӣ, баъд ҳамон закоташро мебарорӣ. модоме ки дастат нақдина нест ва чизе ки нақдинаи кофия барои баровардани закотат нест, ту қарз гирифта закот намебарорӣ, балки ҳамон хонато мунтазир мешавӣ, хонато вақте фурӯхтӣ, баъд аз ҳамон моли закотта мебарорӣ. хоб ҳаҷам вақте фарз мешавад ки ту имконоти моддӣ дошта бошу, масалан роҳ амну амният бошад, тинҷӣ бошад, рафта омада тувонӣ, дар ин ҳолат барои ту ҳаҷ фарз мешавад. лекин агар ту шароити масалан иқтисодӣ набардорадага, барои ту ҳаҷ фарз намешавад. хоб зо агар масъалаи закот, агар ту қарз гирифта закотта дода тавонӣ, масалан боз ба тезӣ ва пула дода метавонсти бошӣ, агар хай ба ин шаклам агар иброу зимма кунӣ, агар шикор намекунад бародар, боки надорад. хоб инҷа намедонам чӣ шиитки исламист скор ислам. ин уруси навистон ҳамна як ҷо пайдо шуда инҷа. савол ин ман саволи шуморо хато фаҳмидам. хоб инҷа дигар саволам нест бародаро. хай ба фикрам мардум дарк расонанд ки инҷа мо нишастаҳои бисёртар чӣ аз нишасти суҳбати чӣ хеле гуфтем имонӣ ҳаст. бинобар ин масъалаҳои суолӣ худтон метавонед муроҷиат кунед ба масалан телеграм канали Наҷм метавонед муроҷиат кунед. иншоалло онҷо саволҳои худтонро пайдо мекунед. инҷа гуфтааст ки закот ба сомонӣ чӣ қадар аст. ман намедонам, имсол ба фикрам як тақрибан 36 000 эълон карданд ё 35 чандсад ба фикрам эълон карданд закота дар Тоҷикистон. ба ҳамин шакл аст. хоб инҷа бародаро дар ҳаққи мо ғарибо дуо кунем, мега аллоҳ таоло нигаҳбонтон бошад дар ғурбат. худо таоло нигаҳбон бошад бародар. ин инсоне ки барои хотири оилашу барои хотири фарзандош мебарояд бародаро, ин чӣ аст, як қаҳрамонӣ аст дар ҳақиқат, ки инсон барои пӯшондину хӯрондани онҳо ин қадар заҳмотро таҳаммул мекунад. телеграм бародар Наҷм ТВ ҳаст. инҷо зери наворо метавонед суол партоӣ хоҳед, баъд суолҳоро ҷавобашо мегиред майда майда иншоалло. хоб бародаро, худованд нигаҳбонтон бошад то шабои оянда дар паноҳи аллоҳ таоло бошед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.